به یک پارت دیگه از خاطرات یک جنگیر خوش اومدید. امروز قراره ماجرای یک دختری رو براتون تعریف کنم که همراه با مادرش به پدر بزرگ من مراجعه کردن، چون اون دختر اعتقاد داشت که به دنیای جنها برده شده. من قراره امروز ماجرا رو از زبون اون دختر برای شما تعریف کنم. خیلی دیگه منتظرتون نمیذارم، بریم برای ماجرای اون دختر. چند ماهی بود که شبا خواب میدیدم چند تا شخص قد بلند با لباسهای مشکی و چهره‌های ناپیدا دور رخت خواب من حلقه زدن. شبای اول از خواب میپریدم، جیغ میزدم و خیلی وحشت میکردم. خانواده‌ام میومدن ببینن که چه اتفاقی افتاده، اما خب بعد از چند شب دیگه براشون عادی شد و فکر میکردن که من کابوس میبینم. بعضی از شبا اونقدر میترسیدم که از خونه خارج میشدم، میرفتم توی خیابون تا صبح مینشستم تا اینکه دیگه نخوام این خوابا رو ببینم. چند جلسه هم حتی روانشناسی رفتم، اما هیچ فایده ای نداشت و بجز چند تا قرص خواب‌آور و مسکن هیچ چیزی عایدم نشد. تا اینکه یکی از این شبا از خواب پریدم، ساعت رو چک کردم، ساعت 2 بامداد بود. دوباره تلاش کردم که بخوابم. به محض اینکه خوابم عمیق شد، دوباره اون اشخاص دور رخت خواب من ظاهر شدن. همین که میخواستم از خواب بپرم، دور رخت خواب منو گرفتن و در یک چشم به هم زدن بعد مکانی تغییر کرد. من حتی 1 سانتیمتر از جام تکون نخورده بودم، اما تمام ساختمون، دیوار، همه چیز تغییر کرده بود. از اتاق خواب من وارد یک سالن خیلی بزرگ با ستونهای بلند شده بودم. وقتی که وارد اون سالن شدیم، منو از رخت خواب بلند کردن و داشتم همراه با اونا راه میرفتم. صدای همهمه و شلوغی خیلی زیادی میومد، اما هیچ کس رو نمیدیدم. صداشون رو میشنیدم، صدای پاشون رو میشنیدم، اما زبونشون رو متوجه نمیشدم چون زبونشون با ما فرق میکرد. تا اینکه به ورودی یک اتاق خیلی بزرگ رسیدیم که چند تا نگهبان داشت، اما من اونها رو میدیدم، انگار که نژادشون فرق میکرد با بقیه. مثل حالتی بودن که بدون لباس بودن، با موهای خیلی بلند، چشمهای عمودی، قدهای خیلی بلند و سم داشتن، در صورتی که من هیچ کس دیگه رو به جز این چند نگهبان نمیدیدم. از در که وارد شدیم به سمت یک صندلی رفتیم که یک آقایی رو من می‌دیدم که روی صندلی نشسته، اما چهرهش ناپیدا بود. قد بلند، ردای بلند که روی یک صندلی خیلی بلند نشسته بود و صدای همهمه ساز و دهل در اطراف اون شخص به گوش می‌رسید. هرچی به اون شخص نزدیکتر می‌شدیم، صدای ساز و آواز هم بیشتر می‌شد تا جایی که احساس کردم اون گروه موسیقیشون دور من حلقه زدن. توی یک لحظه دیدم که لباسی بر تن ندارم، مثل اینکه اون اشخاصی که دور من حلقه زدن لباس من رو از تنم خارج کردن. یه نجواهایی به گوشم میرسید که میگفت برقص برقص، اما من اینقدر شوکه شده بودم که نمیتونستم حتی 1 ثانیه از جام تکون بخورم که بخوام برقصم. انگار که یه مراسم خاصی داشتن و من رو هم به خاطر این مراسم به اینجا آورده بودن. خیلی فاصله زمانی احساس می‌کردم که خیلی زمان گذشته. من از شدت ترس تمام بدنم داشت می‌لرزید. صدای غذا خوردن میومد، صدای رقص و آواز میومد. این تایمی که من اونجا ایستاده بودم و خشکم زده بود، انگار که ساعت‌ها برای من گذشته بود. همراه با یک همهمه‌ای که من فقط اون حاله همراهی رو احساس می‌کردم، به یک اتاق برده شدم. یک اتاق کاملا تاریک که چند تا شمع فقط روشن بود و یک بوی عود خیلی تیزی به مشامم میرسید. صدای نزدیک شدن یک شخصی رو میشنیدم، اما انقدر تاریک بود که متوجه نمیشدم کی داره به سمتم میاد. موقعی که نزدیکتر شد، اون شخصی رو دیدم که روی اون صندلی بزرگ نشسته بود با ردای کاملا بلند. چهره‌شو نمی‌دیدم، اما صدای نفس پاشو کنار گوشم احساس می‌کردم. از شدت حرارت بدنش تب من شروع کرد به بالا رفتن و بدنم شروع کرد به داغ شدن. از توی بدن احساس درد شدیدی بهم دست داد. احساس می‌کردم که یک خون خیلی کمی داره از پاهای من خارج میشه. خیس عرق بودم، درد شدیدی احساس می‌کردم، اما از شدت ترس نمی‌تونستم که هیچ تکونی بخورم. مثل حالتی بود که بدنم قفل شده بود و هیچ تکونی نمیتونستم بخورم. حرارت بدنم اینقدر بالا رفت که از حال رفتم و بیهوش شدم. وقتی که به هوش اومدم، خیس عرق توی رخت خوابم توی اتاقم بودم. با وحشت از رخت خوابم بلند شدم و بیرون پریدم. دیدم که همه خوابن و هیچ اتفاقی نیفتاده. برگشتم توی اتاق، ساعت رو چک کردم، ساعت 2:30 بامداد بود.
توی این فاصله 30 دقیقه‌ای که من به خواب رفتم برای من ساعت‌ها توی اون مکان گذشت. الان اومدم اینجا پیش شما که ببینم که من کابوس دیدم یا واقعیت بود و یه کاری واسه من انجام بدید که دیگه اون حالت برای من تکرار نشه، چون میترسم که اگر دوباره به اون مکان وارد بشم دیگه نتونم برگردم. بچه‌ها، طی این اطلاعاتی که من به دست آوردم متوجه شدم که از قدیم مثل اینکه مرسوم بوده که این اجنه‌ها برای تفریح و سرگرمی خودشون از بعضی از انسان‌ها استفاده کنن. حالا ممکنه که اون فرد مرد یا زن باشه که از این فرد استفاده میکنن برای خوشگذرونیشون، میبرنش به دنیای خودشون. حالا ممکنه که اون فرد رو برگردونن، ممکنه هم هست که هیچ وقت اون فرد رو بر نگردونن. از اونجایی هم که پدر بزرگ من متوجه شده بود که این دختر وارد دنیای اونا شده، مجبور بود که یک طلسمی رو براش استفاده کنه که خیلی قوی باشه. برای همین اون طلسم رو روی پوست آهو نوشت و روی پوست بازوش دوخت کرد که به مرور زمان این طلسم جزئی از بدنش بشه و دیگه اونا نتونن که این دختر رو تصاحب کنن. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. بچه‌ها، من بابت جمع‌آوری کردن این خاطرات و این اطلاعات خیلی زحمت میکشم و زمان میذارم. لطفاً سابسکرایب کنید و منتظر مصاحبه ها و ویدیوهای بعدی باشید.